این روزها اگر خیال خرید 206 تیپ 2 را از بازار داشته باشین، باید 35 میلیون خرج کنین. پولی که اگه تعرفه ها صفر بود، با این پول میشد یک نیسان ورسا اس سدان خرید یا با 1 میلیون بالاتر صاحب یک شورولت اسپارک ال شد. هرچند که از فورد هم نباید غافل شد و باید گفت که با پول یک 206 تیپ 2 ایرانی ها میتونن صاحب یک فورد فیستا 2013 بشن. ماشینی که اگه با تعرفه 90% ایران وارد کنین، قیمتش از 36 میلیون یک باره به 68 میلیون میرسه. اگر هم ماشین‌های ژاپنی رو میپسندین، میتونین با پول یک 206 تولید ایران یک میتسوبیشی 2014 سوار شین. اما در بین همه خریداران خودرو هنوز هم تندر 90 خریدار داره. ماشینی که از 15 میلیون به یک باره به حوالی 40 میلیون رسیده. خودرویی که با پولش میشه یک شورولت کروز 2014 سوار شد. یا اینکه باز هم به سراغ ژاپنیا رفت و یک دستگاه مازدا 2 2014 خرید. ماشینی که در کم مصرفی اون همین بس که به اصطلاح با بوی بنزین هم حرکت میکنه. این در حالیه که اگه شما به ماشین‌های SUV کوچک گرایش دارین، میتونین با پول یک تندر در شرایط بدون تعرفه کیا سول 2014 بخرین. همچنین اگر تعرفه ها نبود، با کمی بالاتر از این پول یعنی حدود 46 میلیون ایرانی‌ها صاحب جیپ پاتریوت 2014 میشدن. علاوه بر این خودرو، با همین 45 میلیون هم وارد کردن یک کیا فورت 2014 کار دشواری نیست. این در حالی که این روزها تویوتا یاریس رو میشه با 47 میلیون در شرایط تعرفه وارداتی صفر خریداری کرد. همچنین با همین 47 میلیون هیوندای اکسنت 2014 رو صاحب خواهید شد. البته اگر به ماشین‌های شرکت‌هایی مثل اسمارت علاقه دارین، خواهید تونست با 1 میلیون پایین‌تر از تندر 90 یک اسمارت فورتو بخرید. در این میان به نظر میرسه که با پول یک تندر 90 میشه یک شورولت سونیک 2014 هم صاحب شد، چرا که قیمت جهانی این ماشین $14,000. اما ماجرا فقط به اینجا ختم نمیشه، بلکه رنوبازها که این روزها مگان سوار میشن هم ظاهراً با پول این خودرو میتونستن چیزهای خیلی بهتری سوار بشن، طوری که با پول این ماشین فرانسوی درجه پایین در حال حاضر بدون تعرفه وارداتی کرایسلر سدان 2014 و 2015 رو میشه خریداری کرد یا حتی فورد تراک F150 رو صاحب شد. حتی با پول کمتر از پول مگان فرانسوی شما خواهید تونست یک دستگاه جیپ رانگلر 2014 و 2015 رو خریداری کنید. همچنین اگر به جیپ های SUV علاقه دارین و اگر تعرفه ها نبود، با 66 میلیون صاحب یک جیپ کروک می شدید. باید اشاره کرد که با 66 میلیون از کمری 2014 هم نمیشه غافل شد، چرا که قیمت جهانی اون $22,000. همچنین با پول مگان 76 میلیونی در صورت صفر شدن تعرفه واردات، تویوتا پریوس هم از خودروهایی بود که میتونست انتخاب خوبی باشه. خودروی زیبا با استهلاک بسیار پایین، هرچند که با این پول میشه نیم نگاهی به تویوتا سینا داشت. در این بین و با توجه به رقم و آمارها، بهتر مدیران خودروی کشور دوباره قیمت‌ها رو بازنگری کنند. همین چند روز پیش بود که برخی نمایندگان از این گفتند که پراید برای سایپا 11 میلیون تمام میشه. حتی آمارهای دیگه‌ای رقمی پایین‌تر از این عدد رو نشون میدن. حالا به نظر میرسه که شورای رقابت و برخی خودروسازها باید نسبت به گذشته کمی با مردم صادق‌تر باشن.